السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دینا بردارن عزیز خیلی رزultaتی خوب خراب شده گرفتم این فوتبالکا در تنم پیش تنگ بود. ماشاءالله جان موضوعی که میکنه یک بردار تحفه کرد. یکی از بهترین صدقه های جاریه همیه که تا زمانی که انسان در بالای همین جای موضوع نماز میخواند یا اینکه قرآن هایی که تحفه میکنن تا زمانی که همون قرآن ها رو میخونن انشاءالله ثواب در نامه اعمال شما رفتن میگیره باذن الله. ماشاءالله یعنی یک از بهترین صدقات خوب می‌بینم که برای انسان جای نماز میته. هر یک نمازی که میخونه در نامه اعمال تو ثواب نوشته میشه و از نماز خواندگی وای یعنی چی ثواب کم نمیشه و همون خاطر هیچگاه ای کاری خیر ای صدقه ای چیزا نکردیم. یعنی الحمدلله تحفه کردن تحفه قبول کنیم. یعنی بهترین جای نماز یکی است که میگیم ما برای یک برادر از حج بگیم جای نماز تحفه آوردیم یه روز با مراد بگیم تحفه کردن. بهترین جای نماز ها هم ماشاءالله برای نمازخوانی برای عبادت. یعنی نماز میخونی ادنتانی که هستن چشمات حرس نمیره و هر فکر در سر نمیره. انشاءالله این بهترین چیزی که صدقه میکنیم برای که انسانی که میخوان صدقه کنن میتونید جای نماز صدقه کنین یا اینکه قرآن یا اینکه کتابایی که مثلا از او فایده یاره طالب علم ها رو دستگیری کردن کسی که استودنت ها رو دستگیری کردن. یعنی بهترین صدقات است الحمدلله. و این شب مثل انواع شی ایش با کمی کلانتر است هم قای دیگه سویچه خلاص گپ با برادری که خیر کرد جزاک الله خیر. الله سبحانه و تعالی خیر کردگی تو به درگاهش قبول کنه و الله از تمام بلاها و آفت‌ها نگهبان باشه. بسیار میگه که طلبنده ای نه میره برای چی گفته ایستم که به خاطر که زمین را یعنی دستکشی نکنین بتونین به من نه و دیگه کسای انسانانی که نیازمند هستن. یعنی ما مطلب میگه چی است که ما کاری خیر کردم الحمدلله که برگشتم و چیز وقتی شما کسی دستگیری میکنه کسی هست که با شما را دستگیری میکنه با اون خاطر الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. و در تاجیکستان کسی که حجامه میخواهد رقم های روی اکران برای تاجیکستان حجامه کردن میتونید که انشاءالله که رقم های روی اکران 8 992 552 00 80 00 خود دوستان عزیز با دعا باشین. الله نگهبان باشه هر یک کدیم ما و شما را با دعا باشین.